به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما دوستای عزیز و نازنینم. ماجرا رسید به اونجا که ایرج رو کرد به فریدون شاه و گفت ای شاه بزرگ، ای شاه خردمند، به گذر ایام نگاه کن، ببین که انسان خردمند تو این دنیا نباید غمگین باشه و غم بخوره. و اون ادامه داد جهانی که گل ارغوان به اون زیبایی رو پژمرده میکنه، جهانی که فرصت دیدن رو از چشمهای انسان میگیره و در نهایت خونه اون گوره و بالشش از خشت یا همون آجرهایی که از گل می ساختن. جهان از همه چیز عبور میکنه و میگذره. منظورش اینه که فراموش میکنه همه چیز و همه کس رو. پس تو این جهان چطور انسان میتونه درختی رو بکاره که با خون آبش بده و ثمره اون کینه باشه؟ خداوندان، اینجا منظور از خداوندان بزرگان، برترین ها، میگه خداوندان شمشیر و قدرت و ثروت همچون ما رو دنیا بسیار به خودش دیده و بعد از ما هم خواهد دید و نامدارا و تاجدارا این رسم روزگار رو به خوبی میدونن. اگه دستور شما اینه که من خوب زندگی بکنم و در راحتی زندگی بکنم، از شما یک چیز میخوام و اون اینه که من نه تاج میخوام، نه تخت میخوام، نه قدرت میخوام. تنها خواسته من اینه که اجازه بدید پیش برادران برم و اونها رو ببینم. من به اونها میگم که از پدرمون ناراحت نباشید، از دست اون عصبانی و خشمگین نباشید، اون گناهی نداره. و بهشون خواهم گفت که به این دنیا دل نبندید. این دنیا رو دیدید که با جمشید جم با اون همه عظمت چه کرد؟ همه چیز رو ازش گرفت و در نهایت اون رو به جهان باقی برد. من در کنار شما برادرانم خواهم بود تا آخرش، حتی اگه بدترین اتفاقا بیفته من در کنارتونم. دل پرکینه اونها رو نرم خواهم کرد، چرا که دنیا با کینه ورزی نمیگذره و جواب هر کسی رو نباید با کینه داد. شاه رو کرد به ایرج و گفت ای پسر خردمندم، ای پسر مهربان من، اونها میخوان با تو به جنگ بیان و تو رو از سر راهشون وردارن و نابود بکنن. بعد تو تصمیم میگیری که به مهمونی با اونها بری و با اونها حرفای خوب و خوش بزنی. من باید این رو به خوبی میدونستم پسرم که از ماه دیدن نور تعجب آور نیست و از انسانی خردمند و مهربان مثل تو شنیدن این حرفها اصلا جای تعجب نداره. بله، و از انسان خوبی مثل تو باید هم توقعی همچین حرفهای خوبی رو داشت. اما از تو میخوام که وقتی داری به دیدن اونها میری با خودت چند سپاهی، چند انسان خردمند، چند تا از بزرگا رو هم ببر و تنها نرو. چرا که وقتی روح انسان خیلی بزرگ میشه و وسیع میشه به راحتی در دست رسه و اژدهای طمع و آز به اون دسترسی پیدا میکنه و به راحتی میشه بهش آسیب رسوند و زهر کینه و دشمنی رو بر اون ریخت. پسرم، اگه این تصمیم رو گرفتی من هیچ مخالفتی باهات نمی کنم. برات
بهترین ها رو آرزو میکنم و جلوی تو رو نمیگیرم. و من هم نامه ای به برادرات می نویسم از درد دلهام و از چیزهایی که میخوام. امیدوارم که تو رو تندرست کنار خودم باز هم ببینم که این تنها آرزوی قلبی منه. بله. و فریدون شاه نامه ای می نویسه به سلم و تور، 2 فرزند دیگش. اون در ابتدا با درود به نام ایزد یگانه که همیشه هست و همه جا هست شروع میکنه نامش رو و در ادامه اینطور میگه: این نامه را به 2 خورشید زندگیم، به 2 نور چشمم می نویسم که 2 مرد محکم، 2 پادشاه، 2 انسان بزرگ و بلند مرتبه، 2 پادشاه که در بین شاهان جهان مثل نگین می درخشند. از طرف من که دنیا را به هر شکلی دیدم و به هر نحوی تجربه کردم و هیچ طرف دنیا برای من دیگه چیز پنهانی نداره. من از شب تاریک گذر کردم و به سپید دمان رسیدم و نور امید رو برای مردم هدیه آوردم. منی که از شمشیر و گرز استفاده کردم تا نامردها و بدها رو از سر راه بردارم و انسانهای زیادی رو در کنار خودم نامدار کردم. منی که پیغام شب رو به سپیده صبح رسوندم، رنجهای زیادی رو پشت سر گذاشتم و تاریکی و شبهای زیادی رو دیدم. با تمام اینها از بالانشینی و تخت شاهی و منصب و گنج و ثروت گذشتم و تنها خواسته من یک چیزه و اون اینه که 3 فرزندم در آرامش و آسایش زندگی بکنن. بله. و فریدون به اونها برای اونها نوشت که فرزندان من، برادری که از دست اون عصبانی هستید با دلی لبریز از امید و دلی لبریز از عشق شما داره به سمت شما میاد. اون کوچکتر از شماست، اون رو گرامی بدارید، اون رو با آغوشی باز بپذیرید. اون شما رو بی نهایت دوست داره، چرا که از تخت و قدرت و ثروت و همه چیز گذشت تا فقط به خاطر شما. اون پادشاهی ایران رو ول کرد و بر پشت اسب نشست و بی‌پروا فقط به عشق دیدن شما اومد. پس اون رو دوست داشته باشید، اون رو بپذیرید و در کنار هم دیگه به خوشی بگذرونید، خوب بخورید، بنوشید. وقتی که تنتون آروم گرفت، ذهنتون هم آروم میگیره. و آخرین خواسته من بعد از چند روز که پیش شما موند، اون رو به تندرستی پیش من برگردونید. بله، این آخرین خواسته فریدون از 2 پسر دیگش بود و ادامه ماجرا رو وقت دیگه براتون تعریف میکنم تا ببینیم که چه بر سر ایرج میاد. روز و روزگارتون خوش و خرم.